عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکان شما خانم ها و آقایان محترم. نمیدونم این ویدیو چقدر روتون تأثیر گذاشت، چقدر دلتون مثل من پر کشید برای آدم های اسطوره بی ادعا. نمیخواستم این ساعت شب آزرده خاطرتون بکنم و مکدرتون بکنم، اما امروز اتفاقاتی افتاد که تصمیم گرفتم این لایو رو تقدیم بکنم به شهدای قواس 8 سال دفاع مقدس که گمنام رفتند. امشب با شما دوستان همراه هستیم در خصوص تحلیل و پیشبینی بازار سرمایه. ما قرار بود ساعت 11:59 شروع بکنیم، اول اسفند ماه. الان وارد دومین روز اسفند شدیم، ساعت 8 بامداد هستش و خرسندم که با شما دوستان مهربانان با تعداد 206 نفر از دوستان نازنینم در لایو همراه هستم. اگر براتون مقدور هستش این لایو رو برای دوستان دیگه‌تون هم ارسال بکنید. بدون شک مطالب مفیدی رو امشب خدمت دوستان ارائه خواهم کرد و بهتون قول میدم آورده این لایو بهتون کمک میکنه در بازار سرمایه، هم از لحاظ تکنیکال بهتون کمک میکنه و هم آموزه ها و آموزش هایی که میدم بهتون کمک میکنه که دستاوردهای بسیار بسیار خوبی رو به دست بیارید. اگر صدا و تصویر من رو به وضوح دریافت میکنید لطفاً عدد 1 رو همه دوستان ارسال بکنند که من از این مهم آگاه بشم. اینجا استودیو کانتنت و همراه من حسین جان عزیز و مهیار جان نازنین هستند در اتاق فرمان. امشب قرار هستش با شما دوستان در خصوص بازار سرمایه خاصه طلا، سکه و تتر با همدیگه گپ بزنیم. قبل از اینکه لایو رو شروع بکنیم چند تا نکته لازمه خدمت دوستان عنوان بشه. از من خیلی سوال میپرسن که چرا این ساعت شب رو انتخاب میکنم برای لایو. دوستان نازنین، واقعیتش اینه که به عمد این ساعت انتخاب میشه. کسی که دنبال آگاهی باشه باید سختی های کار رو بپذیره. همونجور که من سختی این کار رو میپذیرم، تو این ساعت میام تو استودیو قرار میگیرم، لایو با کوالیتی در اختیارتون قرار میدم، شما هم باید سختی های این کار رو بپذیرید. دومین نکته اینه که لایف ها ولید بودن و ارزششون به لحظه هستش. اگر ما هر لایوی رو تو حتی کانال تلگرام، تو کانال یوتیوب قرار میدیم، از ارزش اون لایو به خاطر اینکه چند روز بعد در کانال ها قرار میگیره کاسته میشه. این چیز طبیعیه. نمیتونم همین الان موارد رو در یوتیوب یا کانال تلگرامی بذارم، به خاطر اینکه در حق دوستانی که تو این ساعت شب 287 نفر از دوستان حضور دارن اجحاف میشه. پس ترجیح میدم این 287 نفر صحبت‌های من رو بشنون. چند تا خورده دارم. اول از همه حمایت ها از من ایمان پاکزادیان به جد کم هستش. نمیدونم چجوری میخواین حمایت کنین. میخواین برید به همه رفقاتون گوشیاشون رو بگیرید، اینستاشون رو بگیرید، بگید پیج فلانی رو فالو بکن. نمیدونم چه شکلی میخواین حمایت کنید. میزان و حجمه ای از بخل، کینه و حسد بیشتر از حمایت هایی که داره انجام میشه. لطفاً انرژیاتون انقدر زیاد باشه که ما بتونیم این ریتم رو سالیان سال ادامه بدیم. الهی به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. همین ابتدایی کار. دلار، طلا و مسکن ارزان می شود. دلار به محدوده قیمتی 56,000 تومان برمیگرده و طلا در محدوده قیمتی 3,500,000 قرار خواهد گرفت و مسکن فکر میکنم که قیمت بهاش یه چیزی هولوش 35% با کاهش قیمت همراه خواهد بود. اینها چرندیاتی است
که دارند به خورد جامعه میدن. اینها تحلیل های کوچه بازاری است. چجوری مسکن میخواد ارزون بشه؟ مسکنی که هزینه هاش، مسکنی که با مصالح ساختمانی با دلار 93,000 تومانی داره خرید میشه امروز و قراره در یک بازه زمانی 9 ماهه تا 12 ماهه یک سازه بنا بشه، چجوری قراره ارزون بشه؟ چجوری قراره طلا ارزون بشه وقتی اونس جهانی در مسیر صعود خودش قرار داره؟ چجوری قرار دلار ارزون بشه وقتی ما تمام ورودی های اقتصادی رو میبندیم؟ خواهش میکنم تحلیل اگر قرار انجام بدهیم، این تحلیل رو با منطق خودمون بررسی بکنیم و پیش بینیش بکنیم. من توی لایو روز دوشنبه یک نکته‌ای رو عنوان کردم، فکر کردم که این نکته رو مجدداً باید با دوستان مطرح بکنم. ما در سال 1404 با یک بحران جدید همراه هستیم. به هم بگید، من کامنت ها رو دارم نگاه میکنم، به هم بگید تو کاسبیتون شب عید داشتین مثل 2 سال پیش، مثل 3 سال پیش؟ شب عیدی بوده براتون یا شب عیدی نبوده؟ یه کسی که فروشگاه پوشاک داره، یه کسی که تو بازار داره فعالیت میکنه، آیا شب عیدی داشتید یا نداشتید؟ رفتید کالا خریدید، چک دادید برای فروردین و اردیبهشت و هنوز شب عیدی حاصل نشده است. آیا من اشتباه دارم میگم؟ آیا استرس اون چک هایی رو که برای فروردین و اردیبهشت و خرداد دادید رو از امروز ندارید؟ چه شکلی بازارتون؟ میگن نه والا نبوده، میگن خیر، نه کار، اسماعیلی میگه نه، ابوالفضل میگه نه، عطا میگه نه افتضاحه. بحران 1404 به وجود آمدن چک های برگشتی است. بحران سال 1404 نبود کمپانی ها، شرکت های تولیدی است که امروز مجبور هستند کرکره دکان خودشون رو پایین بکشند و از بازار خروج بکنند. امروز آقای دکتر همتی در حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ریاست منتخب جمهوری اسلامی ایران، نکته‌ای رو عنوان کردند که دوست دارم این ویدیو رو با همدیگه ببینیم و بعد یه سری نکته آموزشی با همدیگه در بیاریم و صحبت بکنیم. امشب در مورد ابرتورم با همدیگه بسیار بسیار صحبت میکنیم. نقاط ورودی ابرتورم رو و تحلیل‌های ابرتورمی رو با شما مطرح میکنیم. روش محاسبه قیمت سکه رو در موردش صحبت میکنیم و خواهیم گفتش که چه اتفاقی در ادوار مختلف با استیضاح وزیر اقتصاد افتاده. همه اینها رو با هم دیگه تحلیل میکنیم که اگر آقای همتی حالا دیگر وزیر نباشند یا وزیر باقی بمونند، اصلا فرض بر این باشد که دوستانی که امضا کردن طرح استیضاحشون رو، امضاهاشون رو پس بگیرند، چه اتفاقی خواهد افتاد در مورد قیمت طلا، سکه و تتر. به صورت تکنیکال با هم دیگه نقاط ورود و نقاط خروج رو با هم دیگه مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. در حال حاضر 401 نفر از دوستان، 416 نفر از دوستان با من همراه هستن. این ویدیو رو ببینیم. خیلی این ویدیو نکاتی داره که باید ظریف این نکات رو با دقت ببینید، چون در مورد این ویدیو یکی از مسائل مهمی که الان ما داریم سیاست‌های اقتصادی ماست که باید پیش ببریم. این سیاست‌های اقتصادی یک زمینه‌هایی لازم داره که بتونیم به نتیجه برسونیم. مهمترین در واقع نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم فرمودن و جزء محورهای اصلی کار وزارت اقتصاد تولید و رشد اقتصادیه
و بنابراین برای همینم در قانون به طور جدی دیده شده که وظیفه وزارت اقتصادداری تأمین مالی تولیده و این تأمین مالی تولید باید با یه بسترهای همراه بشه. این بسترش وظایفشو دادن به وزارت امور اقتصادداری. یکیش بحث فضای کسب و کار و مقرراتی که در فضای کسب و کار داریم. اخیراً هم آقای معظم رهبری به طور جدی فرمودن که این موانع رو از جلوی پای تولید کنندگان و فعالین اقتصادی برداشته بشه. هیئت عالی در واقع مقررات زدایی در وزارت اقتصاد و مسئولیتش با وزارت اقتصاد. بنابراین ما تلاشمون این هست که بتونیم در واقع زمینه‌های لازم برای فعالیت فعالین اقتصادی رو برای توسعه کشور فراهم بکنیم. درست میگه آقای دکتر همتی. مسئولیت اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی این هستش که رشد اقتصادی حاصل بکنه. اما سوال اصلی که من امروز به ذهنم رسید اینه که مگه رشد اقتصادی با این فرضیه به وجود نمیاد که بنگاه‌های صنعتی و بنگاه‌های تجاری ما رشد بکنن؟ مگه غیر اینه که بورس باید شاخص مثبت رو یک روز به خودش ببینه؟ یک ماه باید تمام شاخص‌های خودش مثبت باشه؟ مگه غیر اینه که باید ارزش سهام شرکت‌های عرضه کننده در بورس مثبت بشه و بالا بره به خاطر اینکه اونها بتونن به تولیدات خودشون ادامه بدن؟ پس چرا سکه پیش فروش میکنیم؟ ما نقدینگی رو از یک بازاری که قراره رشد اقتصادی حاصل بکنه خارج میکنیم. مردم عام این رو میبرند سکه خرید میکنند. خب چه انتظاری داریم؟ چرا انتظار داریم شاخص بورس مثبت بشه؟ ما خودمون داریم به خودمون مداماً رکب میزنیم، رکبای عجیب و غریبی هم میزنیم. در مورد این صحبت میکنم چه اتفاقی خواهد افتاد. سوال من اینه، از دوستان این سوال رو میپرسم، منم نمیدونم والا اون چی بود که چرخیدن. منم اولین بار بود دیدم این تصویر رو، برام خیلی جالب و جذاب بود. میگن صدای من گویا صدا ضعیف هستش، اگر امکان پذیره برای دوستان صدا رو تقویت بکنن ممنون دوستان میشم. در اقتصاد مفهومی وجود داره، همه دوستان این رو میدونن، من خون به جگر میکنم تا تکنیکال بگم، چون اعتقاد دارم تحلیل تکنیکال اگر پشتوانه آگاهی نداشته باشه هیچ ارزشی نداره. پس اول از همه آموزش میدم هر شب و بعد تحلیل های تکنیکال خودم رو عنوان میکنم. بهتره که با من همراه باشید، حداقلش اینه که توی گپ زمانی 1 ساعته هم چیزی یاد میگیریم، همین که میتونید به نتایج برسید. از من به هیچ عنوان دیتای کپسولی بیرون نمیاد. در اقتصاد مفهومی وجود داره که جامعه هر زمانی از خودش یک سوال بپرسه: من سرمایه گذاری درستی انجام دادم؟ من سرمایه گذاری امنی انجام دادم؟ یا سرمایه گذاری من امن نبوده پاکستادیان، من کار اشتباهی کردم؟ هر زمانی در یک جامعه، در یک فضای اقتصادی، مردم از خودشون در ناخودآگاهشون سوال بپرسند که سرمایه گذاری من امن هست یا سرمایه گذاری من امن نیست، سرمایه گذاری من درست بوده یا سرمایه گذاری من اشتباه بوده، یعنی اون جامعه دچار آشفتگی اقتصادی شده. سوال من اینه، شماها از خودتون این سوال رو هر روز میپرسید یا نمیپرسید؟ معلمی، دانشجویی، کارمندی، کاسبی، ما عموما یاد گرفتیم بیشتر حرفهای همسایه هامون رو گوش بکنیم، حرفهای راننده تاکسی ها رو گوش بکنیم. ما باور نمی کنیم که بازار سرمایه
بر اساس همین فکت دچار آشفتگی شده. بزن این شکلی بهتون بگم. وقتی ویروس کرونا وارد جهان شد، وارد ایران شد، ویروس از یک انسان به انسان دیگر منتقل شد. شک نکنید ورشکستگی از یک بنگاه اقتصادی به بنگاه دیگر منتقل خواهد شد. شک نکنید این موضوع رو. برای اینکه این اتفاق رو کامل با هم دیگه بررسی بکنیم، مفهومی داریم به نام مفهوم یارانه پنهان. یارانه پنهان از کجا میاد؟ اصلا داستان این یارانه پنهان چیه؟ یه بار با هم دیگه بازش بکنیم که مشهود بشه. یه چیزی یه ارزشی داره، ما به اون چیزی که ارزش داره، ارزشمنده، بهش سوبسید میدیم. چرا بهش سوبسید میدیم؟ میگیم که میدونیم قیمت واقعیش این نیستا، اما به خاطر اینکه رضایت مردم رو جلب بکنیم بهش سوبسید میدیم. وقتی بهش سوبسید دادیم چه اتفاقی براش میفته؟ ما به یه چیزی سوبسید دادیم، ارزش واقعیش اون نیستش. ما این کار رو کردیم که مردم راضی باشند. عملاً ما یک یارانه‌ای رو پنهان کردیم. من اعتقاد دارم در حوزه مسکن، حتی اگر مصالح ساختمانی ارزان بشود، اگه کسی تو حوزه مسکن کار میکنه بیاد بگه نه چنین اتفاق نمیفته. ما تو حوزه مسکن یارانه های پنهانی داریم، هزینه های پنهان شده ای داریم. این هزینه های پنهان شده چی هست؟ ما مجبور هستیم برای اینکه تراکم بگیریم اینقدر بدیم به اون آقاه، برای اینکه این خیابون آسفالت بشه اینقدر بدیم به این آقاه. اینها به هیچ عنوان در هزینه های جاری ساخت لحاظ نمیشه. وقتی دلار میره بالا، دلار میشه 95 تومن، اون آقا دمه که قرار اینو امضا بکنه، امضاش رو بر اساس دلار 95,000 تومانی داره میزنه. منی که میخوام بیام حالا قیمت واحدم رو بر اساس متر محاسبه بکنم، این رو هم در نظر میگیرم. تو کشورهای دیگه چی کار میکنن؟ تو کشورهای دیگه میگن ما باید این یارانه پنهان رو کشفش بکنیم. الگوی مصرف رو تغییر میدند. میخوام بگم، بذار این شکلی بگم، ما مشکلمون فقط اقتصادی نیست، مشکلمون فقط رفتار تکنیکال نیست، ما مشکل فرهنگی هم داریم. ما از 60 سال پیش مشکل فرهنگی داریم در اقتصاد. ما به خاطر داشتن منابع عادت کردیم منابع رو ارزان هدر بکنیم. ما به خاطر داشتن منابع عادت کردیم منابع رو آسان هدر بکنیم. این که ربطی به اقتصاد نداره، به فرهنگ ربط داره. غیر اینه؟ میخواین چندین مثال بزنم در خصوص آب، در خصوص گاز، در خصوص حاملهای انرژی. به خاطر ارزان بودنش ما اونها رو هدر میدیم. اینها پیامدهای چه کشورهاییه؟ اینها تفکرات چه کشورهاییه؟ اینها اصلا اینا برای چی به وجود اومده؟ بیایم با همدیگه کشور ونزوئلا رو یه نگاهی بهش بندازیم. ونزوئلا نفت میفروخت. درآمد حاصل از فروش نفتش رو برای بهداشت هزینه میکرد. میدونید که ونزوئلا شاخصهای تورمی عجیب و غریبی دیده به خودش. تورم 181% دیده، تورم 69% دیده. در متون اقتصاد نوشته شده اگر عدد تورم از 50% تجاوز بکنه، یعنی عدد تورم اگر از عدد 50 تجاوز بکنه،
عبور بکنه، بشه 51%، بشه 55%، بشه 90%. میدونید که ما در ایران عدد تورمی 99% رو هم در سالیان دور دیده ایم. یعنی اینجوری نیستش که بگیم ایران تا حالا تورم 99% ندیده. ما دیدیم این عدد تورمی در سالیان بسیار دور. اگر تورم از عدد 50% عبور بکنه، ما آمادگی ورود به ابرتورم رو پیدا خواهیم کرد. نشانه های ابرتورم رو با هم دیگه در موردش بررسی میکنیم، حرف میزنیم و بعد شروع میکنیم مباحثمون رو یک به یک با شما دوستان مطرح کردن. اگر به من کامنت ها رو باز بکنید و به من بدید ممنونتون میشم. بچه من یه نکته ای رو بهتون بگم. نرخ بهره امریکا روی بورس ایران هم تاثیر میذاره. شاخص عملکرد اقتصادی در هر نقطه از دنیا روی اقتصادهای مختلف، روی کشورهای مختلف تاثیر میذاره، حتی اگر هیچ مراوده مالی نداشته باشند. وقتی نرخ بهره پایین میاد، مردم انس جهانی بالا میره، مردم شروع میکنن به سرمایه گذاری کردن، پولشون رو دیگه خب رو بورس تاثیر میذاره، پولش از بورس میکشه بیرون، میره طلا میخره. چرا فکر میکنیم نرخ بهره امریکا روی اقتصاد ایران تاثیر نمیذاره؟ میذاره. ما باید شفاف اقتصاد رو برای مردم توصیف بکنیم. ای کاش به جای کتاب هایی که هیچ وقت در دبستان و دبیرستان در دانشگاه به کار ما نمی اومد، به ما کمی اقتصاد یاد میدادن. در سال 1404 یه برنامه بسیار بسیار ویژه دارم برای افرادی که فرزند دارن. به من بگید که از این 421 نفر با عدد 2 به هم نشون بده کیا فرزند دارن بین سن 8 سال تا 16 سال. 8 سال تا 16. کسایی که فرزند 8 ساله تا 16 ساله دارن لطفاً یه عدد 2 بزنن. مرسی که من ببینم این اعداد شما رو. مرسی 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 از همه دوستان. یه برنامه بسیار ویژه دارم. من احتمالاً یک دوره ماهانه‌ای رو تعریف میکنم در سال 1404 برای فرزندان سرزمینم، برای نسلی که به نظر من باید از سن 8 سالگی تا 15 سالگی اقتصاد رو یاد بگیرن. اقتصاد رو به زبان کودکانه، به زبان نوجوانان باید بهشون آموزش داد. به نظر من درسته باید کلاس تنیس بذارینشون، درسته باید کلاس های ورزشی بذاریم، کلاس زبان بذارید، ولی اجازه بدیم من هم کمک فرزندانتون بکنم که مثل من و شما حداقل دوچار کج‌فهمی اقتصاد نشن. دوچار دنبال این نباشند که دیتای کپسولی در آینده فقط دریافت بکنن. من نمیگم این جمله رو. برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 1976 یه نکته رو مطرح میکنه. میگه تورم نوعی مالیات است که بدون وضع قانون مردم متحمل می شوند. تورم شبیه به یک مالیات که بابتش هیچ قانونی وضع نشده است. تا اینجا همه چیز اوکیه؟ هیچ باگ و هیچ جمله‌ای که داخلش وجود نداره که براتون شما رو دچار دغدغه بکنه. ما یه سری مدل‌های ابرتورمی داریم. من قبل از اینکه مدل‌های ابرتورمی اصلا نمیخوام وارد مدل‌های ابرتورمی بشم که چه شکلی به وجود میاد، از چه شاخص‌هایی استفاده میکنه، چون ممکنه در ذهن شما چالش‌هایی رو ایجاد بکنم. میخوام با شما چند تا نکته رو عنوان بکنم. اگر به این پارامترها جواب بله میدهید یعنی ما داریم به ابرتورم نزدیک میشویم.
من به هیچ عنوان قصد ناامید کردن شریفترین مردمان دنیا رو ندارم. اتفاقا من میخوام امیدوارشون بکنم، ولی میخوام آگاهی بدم و امیدوارشون بکنم. ما اول باید بدونیم که ویژگی های ابرتورم چیه. ما وقتی در مورد ابرتورم صحبت میکنیم داریم در مورد واحد پولی یک کشور اون رو با واحد پولی کشورهایی که ارز مرجع دارند اون رو داریم قیاس میکنیم. اولین فکت ابرتورم اینه، میگیم پول ما نسبت به یک ارز مرجعی داره کم اثرتر میشود. وقتی کم اثرتر بشه چه اتفاقی میفته؟ مردم ترجیح میدن چیکار بکنن؟ پولی رو به غیر از پول خودشون نگه دارن. آدم عاقل میگه وقتی این داره کم ارزش میشه، خب من اونی که ارزشمندتره رو امروز تو خونم نگه میدارم، تو بانک نگه میدارم، تو ولتم نگه میدارم. معیارهای خرید ما به سمت این میره که مثلا میگیم این ملکت نیاورون چقدره؟ میگه متری. دیدین این ویدیوهاش وایرال شده، مثلا این ویدیوهای تو شمال الان خیلی وایرال شده، میگن این ویلای چنده؟ میگه متری $2,000. قیمتش چنده؟ $60,000. به جای اینکه قیمت گذاری توسط واحد پول ملی کشور انجام بشه، توسط ارز مرجع قیمت گذاری میشه. طرف میگه آقای من سرمایه‌مه، من کاری ندارم دلار میخواد بشه چند، چقدر گرون میشه، ملک گرون میشه که گرون نمیشه، من اینجا رو میفروشم متری $5، متری $2، حالا هر عددی. ما همواره در خرید و فروش هامون یک قیاس میکنیم، میگیم بهره سود بانکی این پول ما اگر تو فلان بازار میرفت الان چه اتفاقی میافتاد. من یه سوال دارم، آیا این 4 سوالی رو که من مطرح کردم از خودتون میپرسید هر روز یا نمیپرسید؟ خیلی شفافه، خیلی خیلی شفافه. اگر دارید هر روز این سوال رو از خودتون میپرسین، ما داریم یه جورایی داریم به ابرتورم داریم نزدیک میشیم و امیدوارم که مسئولین یه فکرایی بکنند برای حوزه اقتصاد. هر زمانی که ما در مورد مفهومی به نام تورم صحبت میکنیم، ما داریم در مورد بی‌انضباطی مالی حرف میزنیم. بی‌انضباطی مالی از کجا به وجود میاد؟ کیا در ساختار مالی اقتصاد خانوادهشون آدمای بی‌انضباطی هستند در حوزه مالی؟ بی‌انضباط مالی تو خرج، تو دخل و خرج خانوادهش. مثلا امروز 10 میلیون تومان در آورده، 7 میلیون تومان رفته مثلا غذا خورده، 1 میلیون تومان مثلا بنزین زده، بی‌انضباطی مالی داره انجام میده. کیا این شکلی هم بی‌انضباطی مالی میکنن در اقتصاد خانواده؟ تمام بی‌انضباطی های مالی، تمام بی‌انضباطی مالی در کسب و کارتون، در اقتصاد یک کشور، در خانواده، تمام بی‌انضباطی های مالی نشأت گرفته از تصمیمات عجولانه شماست. تمام بی‌انضباطی. ببین من دارم ببین من میخوام یه کاری بکنم، شب که میخوای سرتو بذاری بخوابی به حرفای من کامل عمیق فکر بکنی. اصلا مهم نیستش که چقدر پول داری، اما خیلی مهمه
که با همان میزانی که پول داری درست رفتار بکنی. من فکر میکنم من این سوالو میپرسم، جوابش رو تو لایو به من بدین که الان 2 اسفنده، امروز 2 اسفند 37 دقیقه بامداد 422 نفر در این لایو حضور دارند. کیا در اسفند در ماهای آخر سال، در روزهای آخر سال به دنبال وصول مطالبات خودشونن؟ آقا سلام علیکم محمد آقا، پول ما رو نزدی، پولو بزن، ما با هم دیگه 2 ماه حساب داریم. حسن آقا این بار هم ما بردی، 3 ماه پیش چکشو دادی برگشت خورده، این پول بزن. کیا درگیر وصول مطالباتن تو برج 12؟ تو اسفند ماه درگیر وصول مطالباتن تو کسب و کارشون. آقای آرش میگه من، مسعود میگه من، الماس میگه من، رزوان میگه من. ببین منا رو بشنویم، منا رو بشنویم. خب بچه اونایی که درگیر وصول مطالباتن تو برج 12 بهشون قول میدم تو سال پیشم درگیر وصول مطالبات بودن، تو 2 سال پیشم درگیر وصول مطالبات تو برج 12 بودن. در برج 12 شما باید درگیر یک کار باشید برای کسب و کارت: تدوین برنامه بودجه برای کسب و کارتون. قول میدم که اینو ندارید، قول میدم بهتون که اگر هم داشته باشید برنامه بودجه برای کسب و کارتون رو با یک معیار و شاخص دارین اندازه گیری میکنید. میگید ما بودجه بندی میکنیم کسب و کارمون رو بر اساس قیمت دلار. اگر دلار بشود 110,000 تومان، با یک معیار دارین اون رو مورد سنجش قرار میدید. یک، خطرناکترین، وحشیترین، ترسناکترین عدد در اقتصاد و کسب و کار است. هر جایی به یک رسیدید بترسید. یک روش دارید برای دریافت پول از مشتری، یک روش دارید برای تنظیم برنامه بودجه کسب و کارتون، یک روش دارید برای سرمایه گذاریتون. همه یک ها خطرناکند. ماه 12 ماه وصول مطالبات نیست، ماه نوشتن برنامه بودجه با معیارها و المانهای مختلف برای سال 1404. شما تازه 15 فروردین میگین سر کارتون، میگین بسم الله الرحمن الرحیم چیکار کنیم؟ حقوق دادیم، پول نداریم، چیکار کنیم؟ چی بخریم؟ چه جوری جنس بخریم؟ بازی رو در نگاه کسب و کار و در نگاه اقتصاد به این مؤلفه میبازیم. ما یک کشوری هستیم، افراد ثروتمند بسیار بسیار زیاد داریم. ما کشوری هستیم با این مؤلفه و این فاکتور که خدمتتون میگم. ثروتمندها در کشور ما در کشور نازنینم ایران تبدیل شده اند به ثروتمندان نخر. ثروتمندها در کشور نازنینم ایران تبدیل شده اند به ثروتمندان نفروش. هر جای صحبت، کامنت ها اگه باز کنن دوستان، هر جای صحبت من در تضاد بودید سوال بپرسید. یه آقای ثروتمند 50 تا واحد ملکی داره، نمیفروشه، قیمت پایین اومده، نمیفروشه. 2 تا بوگاتی داره، 5 تا بنز کلاسه نمیدونم فلان داره، یه BMW داره، ما ساختار اقتصادی رو به سمتی بردیم، چالش اینجاست، ساختار اقتصادی به سمتی رفته که ثروتمندان ما ثروتمندان نخر و ثروتمندان نفروش شده اند. ده درصد گردش مالی رو
90% از جامعه حاکم ایجاد میکنه و 90% گردش مالی رو 10% از جامعه ایجاد میکنه. ما با اون 10% هیچ کاری نداریم. امیدوارم یه روزی ما واقعیت ها رو در اقتصاد بپذیریم. امیدوارم. بریم سراغ یه سری فرمول اگه موافقین و بعد هم بریم سراغ این که ببینیم چه اتفاقی در تحلیل ها افتاده برای اینکه چند تا وزیر اقتصاد تا حالا استیضاح شدن، چند تاشون نشستن سر جا و چند تاشون اصطلاحاً ابقا شدند و چند تاشون رد شدند، از گردون خارج شدند، تو چه گپ های زمانی بوده. همه اینا رو با هم دیگه تحلیل بکنیم. چند تا فرمول بگم یادداشت بفرمایید دوستان. روش محاسبه فرمول محاسبه نرخ واقعی ارز رو در تصویر دوستان مشاهده میکنن. میگم تمام نشده. وقت کجا تمام شد دوستان؟ میگم وقت تمام شده. من فقط نمیدونم صدا و تصویر هستش. الان دوستان میبینن صدا و تصویرشون. تصویر خود من قطع شده، نمیتونم این رو مشاهده بکنم. فرمول محاسبه نرخ واقعی ارز رو دوستان یادداشت بکنن تا اگر زمان بود من این فرمول رو به صورت کامل، فرمول در واقع ریاضیش رو در کانال تلگرام عنوان خواهم کرد. دو تا نکته عنوان بکنم. دو تا کانال تلگرامی با اسم من ایجاد شده. من یه دونه کانال تلگرامی دارم. هر چیزی که قرار باشه من معرفی بکنم، معرفی های من از طریق اینستاگرام هم همین صفحه که داخلش هستید اتفاق میفته. خدایی نکرده کسی ازتون پول نگیره، اشتباهی پرداختی بکنین یا حالا دیتا اشتباهی به شما بدن. یه کانال تلگرامی دیدم چند شب پیش ایجاد شده، حالا به اسم من. حالا نمیدونم کی هستش و چی هستش و اینها، زیادم پیگیر این داستان ها نیستم. فرمول محاسبه سکه رو هم با هم دیگه یه نگاهی بکنیم. برای محاسبه قیمت سکه، قیمت جهانی طلا، عیار سکه، هزینه ضرب هر سکه و هر اونس برامون در فرمول سکه مهم هستش. ارزش ذاتی یک سکه، وزن سکه ضرب در 9 دهم ضرب در نرخ دلار آزاد ضرب در قیمت اونس جهانی طلا تقسیم بر 31.1 دهم به اضافه حق ضرب سکه ارزش ذاتی سکه رو به ما قیمت میده و پدیدار میکنه. من این داکیومنت ها و این پاورپوینت ها رو فکر میکنم تا 2 ساعت دیگه در کانال تلگرامی قرار میدم. دوستان میتونن از این فرمول ها استفاده بکنن. من فرمول ها رو هم میگم که بگم به چه نکاتی میخوام برسم. تا اینجا همه چیز اوکی بوده و وفق مرادتون بوده. ساعت 12:45 یا اصطلاحاً 45 دقیقه بامداد پنجشنبه 2 اسفند ماه هستش. نمیخواین یه جیغ و دست و کف و سوت و هورا بزنید شما که انقدر خوبید و نمیدونم چرا حالا به دوستانتون ما رو معرفی نمی کنید. این رو که اطلاع ندارم، ولی یه جیغ و دست و کف و سوت و هورا بزنید، بررسی بکنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده است در ادوار مختلف برای استیضاح. بله حتما در مورد دلار، سکه و طلا، در مورد دلار که مجوز صحبت کردن نداریم، در مورد نرخ تتر صحبت میکنیم. آدرس کانال تلگرامی رو هم بعد از لایو استوری میکنم و اعلام میکنم. ایمان پاکزادیان رو با همین فرمتی که نوشته شده تو آیدی تو تلگرام میتونید مشاهده بکنید. تو استوری میذارم دوباره مجددا که دوستانی که میخوان بتونن استفاده بکنن. خیلی کمه دیگه، 418 نفر. این دست و جیغ و سطوراتون فقط یزد میزنه و رضا میزنه و رضای شعاقی نازنین بسیار بسیار مرد توانمند، دوست داشتنی. بیزینسش رو بعد از فکر کنم 11 سال 12 سال در 2 سال گذشته با مشورت‌ها و مشاوره‌هایی که بهشون انجام دادیم منتقل کردن به کشور عمان و الان یکی از افراد موفق در حوزه متریال ساختمان در کشور عمان هستن. خدمت من، چون عزیزان رو ممکنه همه رو مشاهده نکنم نبینم، فقط دارم نسبت به کامنت هایی که میاد دارم پاسخ میدم.
بیایم بررسی بکنیم ببینیم که برخی از استیضاح‌ها که انجام شده است با چه تعداد امضا در واقع محقق شده است. آقای دکتر عباس آخوندی 13 امضا داشتند که برای استیضاحشون که ابقا شدند و آقای مسعود کرباسیان با 33 امضا عزل شدن. من میخوام به یه نکته برسم. 90 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حالا تو ابتدای کار امضا کردن طرح استیضاح رو، یعنی یک تعداد غالبی از نمایندگان مجلس این اتفاق رو رقم زدن که احتمالاً با صحبت‌های ریاست محترم جمهور تعدادی از این امضاها کم خواهد شد. حالا امیدوار هستند که خیلی از دوستان این امضاها به حد نصاب نرسه و در وضعیت ابقا باقی بمونند. آقای دکتر همتی که امیدوار هستم این اتفاق بیفته. من فکر میکنم که دو تا سناریو محتمله که در مورد این دو تا سناریو صحبت خواهم کردش. ما در ادوار وزارت امور اقتصاد دارایی آقای مسعود کرباسیان که برکنار شدن در سال 1397 قیمت دلار قبل از استیضاح ایشون 10,000 تومان بوده و قیمت دلار یک ماه بعد از استیضاح ایشون قیمت دلار شده است 15,500 تومان. بچه های اتاق فرمان چون فردا هم کنفرانس دارن در دانشگاه اندیشه معین به من گفتن که سریعتر صحبتاتو بکن چون دارم میبینم که هم خمیازه میکشن، همین که لعن و نفرین خدا رو بر من نازل کردن که آخه این چه وقت آفیش کردن ساعت 1 شب هر شب میه اینجا برای گرفتن لایف. چه کنم که دلم میخواد که همه مردم آگاه بشن از یک سری از اتفاقات. آقای طیب نیا که منتفی شد اصلا در سال 1395 طرح استیضاحشون منتفی شد و اصلا به حد امضا نرسید و آقای شمس الدین حسینی هم که ابقا شدند و باقی ماندند. بیایم یه تحلیل دیگه، یه جور دیگه جدول رو بررسی بکنیم. در زمانی که آقای کرباسیان وزیر اقتصاد بودن در سال 1397 و استیضاح شدند، قیمت طلا قبل از استیضاح ایشون 400,000 تومان بوده. 400,000 تومان الان 6,650,000. چقدر اختلاف. و قیمت طلا یک هفته پس از استیضاح ایشون 100,000 تومان رفته روش. یعنی استیضاح شدند، برکنار شدند، 100,000 تومان طلا گران شد. یه استاد نازنینی امروز یه جمله‌ای گفته بود، نمیدونم این اساتید این دیتا رو از کجا میارن. گفته بود که آره بخوام ما اگر در یک سالی این اتفاق در دلار افتاده و دلار در فروردین نزولی شده است، صرفا برای این بوده است که مناسب ما به دنبال این بوده ایم که تحریم ها برداشته بشود و در فلان سال هم علتش این بوده است که مراوده ما مثلا با فلان کشور خوب شده است. تاریخ نشان میدهد درست دیپلماسی در روش‌های اقتصادی تأثیر گذاره. من با این موضوع هیچ مشکلی ندارم. بدون شک رفتار دیپلماسی کمک میکنه به فرآیندهای اقتصادی، اما تاریخ از یک سری رفتارهای عددی هم پیروی میکنه. من فکر میکنم که دو تا سناریو باید با هم دیگه بررسی کنیم در مورد آقای همتی. یک، ماندن آقای همتی. به نظر من ماندن آقای همتی توانایی اصلاح قیمت رو فراهم خواهد کرد. ماندن ایشون توانایی اصلاح قیمت رو فراهم خواهد کرد در کوتاه مدت. اتفاقا میخوام بگم این برای سال اگه آقای همتی بمونن فکر میکنم که میتونند قیمت رو کاهش بدن. دلایل مختلف هم داره. حالا دلیلش عموما دلیل سیاسی، دعوای سیاسی ممکنه باشه که ایشون بمونند و حالا قیمت اصلاح بشه، در کوتاه مدت اصلاح قیمت حاصل بشه. کلمه اصلاح قیمت با ریزش قیمت بسیار بسیار متفاوت. از شدن ایشون، برکنار شدن ایشون یک ترسی رو برای من امروز ایجاد میکنه و اینکه ما از 12 اسفند تا 15
فروردین ماه سال 1404 بازار رو در اختیار دلال ها قرار خواهیم داد و این به نظر میترس بزرگه، چون مجلس اگر حتی بخواد رأی اعتماد هم به یک وزیر اقتصاد بدهد مسلما این ورسال این اتفاق نمیفته. ما به سال 1404 خواهیم رفت و در سال 1404 بعد از 15 هم بیایم. بله یه وزیر اقتصاد میاد. یه شبم اعلام کردم، نمیدونم این نکاتی که میگم رو دوستان یادداشت میکنن دیگه. من یک شب اعلام کردم صندلی ها تغییر میکنند. بودند کسانی که این صحبت من رو شنیدند؟ بودند کسانی که صحبت من رو شنیدند؟ آقای پدرام میگن آقا 1 ساعت صحبت که من همینم دیگه، من 1 ساعت صحبت میکنم بعد اواخر لایو در مورد اعداد صحبت میکنم. هم صندلی ها تغییر میکنن. اوکی. و فکر کنم مثلا 10-15 روز پیش این نکته رو عنوان کردم خدمت دوستان. من واقعیتش اینه که فکر میکنم اگر آقای همتی امروز در اقتصاد ما بمانند، حداقل در مقطع کوتاه مدت تا شب عید بهتره برای ما تا اینکه ایشون بخواد از فضای اقتصادی ما خارج بشن. حتی با اینکه میگم آقای همتی بمانند تا شب عید هم بمانند، اگر حتی دلار و طلا هم گرانتر بشد خیلی بهتر از اینه که ایشون بخواد بره. ما تقریبا 1 ماه از سال 1 ماه رو بدون وزیر اقتصاد باشیم، با سرپرست وزارت اقتصاد بخواد متصدی داشته باشیم. اگر نخوابیدید خوابتون نبرده، میخوام در مورد قیمت طلا، سکه و تتر باهاتون صحبت بکنم. آموزش ها و تحلیلات ها اینجا تمام. میخوایم در مورد قیمت طلا، سکه و تتر با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر آماده هستید باید 433 عدد 1 ببینم، یعنی 433 تا 1 ببینم شروع میکنم در موردش صحبت کردم. چارت قیمتی طلا، طلای 18 عیار با قیمت 6,632,000 تومان رو در حال مشاهده هستید. چارت برای فکر میکنم 30 دقیقه پیش هستش. اعداد دقیقی رو در مورد طلا با شما دوستان به اشتراک خواهیم گذاشت. یادداشت بفرمایید. ما در این سطوح فیبوناچی که مقاومت‌های بسیار بسیار جزئی رو داریم در قیمت 6 میلیون تومان، در قیمت 5,700,000، بسیار بسیار حمایت قوی رو در عدد 5,400,000، در حمایت 5,100,000 و حمایت مهم 4,700,000 داریم در مورد حمایت ها صحبت میکنیم، نه در مورد اعدادی که محقق میشن. داریم در مورد اعداد حمایتی صحبت میکنیم. حمایت بسیار بسیار قوی رو هم در عدد 4,197,000 داریم که اصطلاحاً به یک کف روند معروف هستش. اما بیایم محدوده هایی رو با همدیگه قطعی بکنیم و ببینیم که طلا توانایی رسیدن به چه اعدادی رو در مقاومت های خودش داره. با شکسته شدن نقطه 6,632,000 تومان، طلا به محدوده مقاومتی خودش به احتمال خیلی زیاد نزدیک میشه و خودش رو میتونه به کف های از جنس و عدد 7 میلیون تومان برسونه. حدهای سود و حدهای ضرر رو دوستان یادداشت بکنن. حد سود در نقطه 6,850,000 حد سود هستش. در روند صعودی احتمالاً این حد شکسته میشه و یک روند جدیدی رو خلق میکنه. آخرین حد ضرر رو نقطه 5,700,000 برای طلا قرار بدن دوستان. یک روند صعودی برای طلا در حال حاضر متصور هستیم، اما ما یک قیمت حمایتی 6 میلیونی رو از دست دادیم و اگر از دست بدهیم، اگر این قیمت رو از دست بدیم، احتمالاً میتوانیم به اعداد 5,700,000 هم نگاه بکنیم. یعنی اگر کسی میخواهد
صبوری کرده، اصلا میخواد کم ریسک ترین حالت رو وارد بازار بشه، باید منتظر بشه که عدد 6 میلیون تومان شکسته بشه، با این تفاصیلی که گفتم بازار روند صعودیه و چه عددی رو خواهد دید. بریم در مورد تتر با هم دیگه صحبت بکنیم و بعد از اون هم در مورد قیمت سکه با هم دیگه چند کلامی گپ بزنیم و با هم دیگه اعدادمون رو چفت بکنیم. مقاومت اول محدوده، تأکید میکنم تحلیل ها بر اساس تحلیل روز انجام میشه، تایم فریممون تایم فریم روزانه است و استدعا میکنم که اگر دیتایی به دوستان داده میشه، این دیتا اعداد زده میشه، خب ما تحلیل جدید ارائه میکنیم دیگه. مقاومت اولمون تو محدوده 93 و 94 و 500 هستش. اگر این اعداد شکسته بشه انتظار داریم به محدوده 97 و 500 هم برسه. آخرین کف حمایتی که برای دلار متصور هستیم عدد 82,000 تومان هستش. این آخرین کفی است که ما برای دلار متصور هستیم، اما مسیر دلار توانایی این اتفاق رو به نظر میرسه که نداره و در محدوده 93,000 تومان احتمالاً مجدداً یک اصلاح قیمتی رو از سمت دلار پیش بینی میکنیم، از سمت تتر پیش بینی میکنیم. در مورد تتر دارم صحبت میکنم، در محدوده تتر پیش بینی میکنیم. برسیم به قیمت سکه امامی با قیمت 78 میلیون و 400 در نقطه تلاقی خودش، در بالاترین سطح خودش و امروز در عدد 74 میلیون و 900 قرار گرفته است. این اعداد میتونه برای قیمت سکه به عنوان اعداد مستقیم شناخته بشه. مقاومت اول عدد 78 میلیون و 482 هستش، مقاومت دوم عدد 75 میلیون هستش. کمترین عددی که برای سکه متصور هستیم و خروج از بازار رو اعلام میکنیم عدد 66 میلیون و 800 هستش و حدهای سود رو هم دوستان محبت بکنن، رعایت بکنن، در عدد 80 میلیون تومان حد سود خودشون رو رعایت بکنن و خروج از بازار انجام بدن. امیدوار هستم که این لایو مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه. به دوستان نازنینم گفتم که احتمالاً این لایو 1.5 ساعت طول میکشه. قبل لایو به من گفتن که خواهش میکنیم که زیاد کشش نده و طولش نده. گفتم چشم، به روی چشم. امیدوارم مطالبی که براتون عنوان شد مورد استفادهتون بوده باشه. لطف بفرمایید که در این لایو یک نمره بدید از عدد 1 تا 20 به اطلاعاتی که براتون ارائه شد. هر چقدر که براتون مفید بود عدد 20 رو ارسال بکنید و هر چقدر که فکر کردید که دیتا ناقص بود، کم و کاستی در کار ما بود، کمترین عددمون 1 هستش و بالاترین عددمون هم عدد 20 هستش. من یه نظرسنجی از دوستان بکنم و بعد هم شما رو به خداوند سبحان بسپارم. در انتهای همه لایف هام یک آرزو میکنم و آرزو میکنم که به نظرم این قشنگترین آرزوه. آرزو میکنم که هیچ مادری چشم انتظار فرزند خودش نباشه و این به نظر من قشنگترین آرزویی که میشه برای آدم ها انجام داد. دوست نازنین این نمره 14 دادن، دوست نازنین نمره 10 دادن. امیدوار هستم که دانش من به سطحی برسه که بتونم شما دوستان رو اقناع بکنم و شما دوستان اعداد 20 رو در واقع به من ارائه بکنید. بی نهایت از همه دوستان سپاس و تشکر دارم. محتوای روز دوشنبه رو که با فربد جان شیرالیپور نازنین بودیم و همین الان لایوشون شروع شده در اختیارتون قرار میدیم. امشب این محتوا در کانال یوتیوب بارگذاری میشه و استوریش میکنیم، میتونیم این محتوا رو هم مشاهده بکنیم. موفق، پیروز و سربلند باشید. علی یارتون باشه.